ما چطور چیزی یا کسی رو واقعا میشناسیم؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم، اول باید ببینیم که ما اصلا چه ابزارهایی برای فهمیدن دنیای اطرافمون داریم. خب ما کلی ابزار مختلف داریم. از حواس پنجگانمون مثل بویایی و لامسه گرفته تا ابزارهای ذهنیمون مثل حافظه و قدرت تحلیل. و یه قانون خیلی ساده همینجا وجود داره. هر چقدر از ابزارهای بیشتری استفاده کنیم، شناخت ما عمیق‌تر و کاملتر میشه. اما خب توی شلوغی زندگی روزمره مغز ما یه میانبر خیلی خطرناک میزنه. به جای اینکه از همه ابزاراش استفاده کنه، تقریباً همیشه فقط به یکیشون تکیه میکنه. مشاهده. یعنی همون تصویری که چشم ما میبینه. و نکته تکان دهنده دقیقاً همینجاست. همین ابزاری که اینقدر بهش وابسته هستیم، یعنی بینایی، در این حال بزرگترین منبع اشتباه و سوگیری ما تو شناخت دیگران هم هست. خب بیاید بریم سراغ بخش اول و ببینیم این توهم دیدن دقیقاً چیه و چطوری کار میکنه. چرا چشمای ما خیلی وقتا ما رو به اشتباه میندازن؟ ببینید مغز ما چقدر باهوش و البته تنبله. فرض کنید یه نفر رو برای اولین بار میبینید. مثلا کسی که پوستی تیره داره یا چشمای کشیده. توی کسری از ثانیه چشم شما ظاهر فیزیکیش رو ثبت میکنه، اما مغز به همین قانع نمیشه. سریع میره سراغ فایلای آماده‌ای که تو ذهن ما وجود داره و این تصویر جدید رو به یکی از اون پوشه‌ها الصاق میکنه. کلیشه‌هایی که از فیلم‌ها، اخبار یا شبکه‌های اجتماعی یاد گرفتیم. این فرایند انقدر سریع و اتوماتیک اتفاق میفته که ما اصلاً متوجهش هم نمیشیم. و مشکل دقیقاً از همینجا شروع میشه. ذهن ما خیلی وقتا به همین تصویر اولیه و پر از پیش داوری رضایت میده. اونو به عنوان یه شناخت کامل بایگانی میکنه و تمام. انگار که پرونده بسته شده. فرایند شناخت تقریباً قبل از اینکه شروع بشه تمام شده. خب حالا اگه بخوایم از این برداشتای سطحی فراتر بریم چی؟ اینجاست که دو تا عامل خیلی مهم وارد بازی میشن. زمان و فاصله. سوال اینه که چطوری میتونیم به اون جوهره، اون چیزی که بعد از کنار رفتن ظواهر باقی میمونه، برسیم؟ جوابش تو دو تا ابزار قدرتمند دیگه است. گذر زمان و ایجاد فاصله. این دوتا به ما کمک میکنن که از اون برداشتای اولیه عبور کنیم و پیش داوری هامون رو بذاریم کنار. ببینین هر چی زمان میگذره اون ویژگی‌های کلی و سطحی که باعث میشدن ما سریع یه نفر رو توی دسته‌بندی خاص قرار بدیم کم کم محو میشن، کم رنگ و کم رنگتر میشن. و وقتی این گرد و غبار برداشت اولیه کنار میره، چیزی که باقی میمونه و حتی واضح‌تر هم میشه اون نشان منحصر به فرده. اون حضور یگانه‌ای که اون آدم یا اون چیز رو از بقیه کاملا متمایز میکرد. و دقیقاً همینجاست که میرسیم به قلب این بحث. مفهوم سایه، یعنی اون اثری که از ما به جا میمونه. خب سایه یعنی چی؟ سایه در واقع باقی مانده ی حضوره. منظورم اون تصویر فوری و اولیه نیست، نه، بلکه اون اثر عمیق و ماندگاریه که به جا میمونه. اون شمایل، اون استخوان‌بندیه که نشون میده اون فرد یا اون چیز چطوری در کنار ما حضور داشته. بذارید با یه مثال این ایده رو ملموس‌تر کنیم. به دوستی فکر کنید که سالهاست ندیدینش. خب شاید جزئیات دقیق صورتش از یادتون رفته باشه، اما لحن صداش، طرز راه رفتنش، اون شیوه خاص بودنش، اونها توی ذهن شما حک شدن. این همون سایه دوست شماست. یا مثلا یک کتاب قدیمی رو در نظر بگیرید. شاید طرح روی جلدش رو دقیقاً یادتون نیاد، اما اون حسی که موقع خوندنش داشتید، اون داستانی که شما رو با خودش به یه دنیای دیگه برد، اون خاطره مثل سایه کتاب توی ذهن شما باقی مونده. جالبه بدونید که این ایده درباره سایه یه چیز کاملا جدید نیست. در واقع میشه پژواک‌های اون رو تو اندیشه‌های بزرگ فلسفی و روانشناختی هم پیدا کرد. خب احتمالاً هممون داستان تمثیل غار افلاطون رو شنیدیم. تو اون داستان سایه‌های روی دیوار غار نماد یه واقعیت دروغین و ناقص بودن. اما حالا بیاید یه لحظه این ایده رو برعکس کنیم. چی میشه اگه این سایه توهم نباشه؟ چی میشه اگه حداقل تو دنیای حافظه و شناخت عمیق ما این سایه خود واقعیت پایدارتر و حقیقی‌تر باشه؟ یعنی همون چیزی که بعد از محو شدن تمام جزئیات فانی باقی میمونه. مثلا والتر بنیامین از مفهومی به اسم حاله حرف میزد، یعنی اون حضور یگانه و تکرار نشدنی یه اثر هنری که وقتی ازش کپی میگیری از بین میره.
سایه‌ای که ما ازش حرف میزنیم هم دقیقاً همینطوره، شخصی و تکرار نشدنیه. یا مثلا کارل یونگ که تو روانشناسی سایه رو بخش پنهان و سرکوب شده روان ما میدونست، اما همون بخشی که عمیقاً روی شخصیتمون تأثیر میذاره. سایه دیگران هم مثل همونه، چیزیه که بی صدا روی درک و خاطره ما از اونها تأثیر میگذاره. خب با همه این حرفا حالا باید چیکار کنیم؟ چطور میتونیم از این ایده استفاده کنیم تا به یه شناخت عمیق‌تر برسیم؟ نکته کلیدی اینه که این رو به خاطر بسپاریم. شناخت حقیقی همیشه توی اون تصویر سطحی و اولیه نیست. برای اینکه کسی رو واقعاً عمیق بشناسیم، فقط دیدن ظاهرش کافی نیست. بلکه باید بتونیم اون سایه‌ای رو که از خودش توی ذهن ما به جا میذاره حس کنیم. همون اثر ماندگار و پایدار. پس بیایید این بحث رو با یه سوال تموم کنیم. آیا ما واقعاً دیگران رو با حضور فیزیکی و لحظه‌ایشون میشناسیم یا شناخت حقیقی ما از اونها تازه وقتی شروع میشه که با سایه‌هاشون تنها میشیم؟